سلام بینندگان عزیز، صبحتان بخیر و شادی باد. امروز جمعه 28 دکبر است. نشر نوبتی نویدی بامدادی را با خبرهای نوین تاجیکستان و جهان من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. نخست نظر می اندازیم به وضع باد هوا در شهرهای دوشنبه و پراگ. هوای شهر دوشنبه صبح امروز 7 درجه گرم است، ولی در دوام روز پیش بینی می شود حرارت هوا تا به 16 درجه برسد. حرارت هوای شهر پراگ قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی 3 درجه گرم است. دوام روز حرارت هوا تا به 5 درجه می رسد. نویدی بامدادی را با خبرها از خارج تاجیکستان شروع میکنیم. نسیم اولیمزاده وزیر تندرستی تاجیکستان در پی انتقاد از سطح یاری اولی طبی در پیام رئیس جمهور با پارلمان بعد ظهر 26 دکبر جلسه کاری برگزار کرد. طبق اطلاع وزارت تندرستی، اولیمزاده با تاکید رایگان بودن یاری فوری طبی مسئولین را موظف کرده است که نظارت را در این بخش پرزور کنند. اولیمزاده گفت طبیبان باید مسئولیتی بلند نشان دهند و ناباوری مردم را نسبت به دولت و حکومت کشور نباید به میان آورند. وظیفه نخستین طبیب یاری رسانیدن به شخص بیمار است، نه پیشنهاد روی خطی دور و درازی داروواری. باید قوطی های یاری اولیه طبی مؤسسه های تندرستی نابسته از شکل مالکیت با مواد داروواری همیشه تامین باشند، تاکید نموده است وزیر. او همچنان تاکید کرده است که نظارت بخشی یاری به رایگان طبی را بعد از پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان به پارلمان باز هم جدی‌تر می‌کند. رئیس شهر به هر یک کودکی خانه کودکان تحفه داده آنها را با فرارستی سال نو مبارکباد گفته است. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات شهرداری دوشنبه، رستم امام علی از خانه کودکان رقمی یکم شهر دوشنبه دیدن کرد. رستم امام علی به هر یک تربیت گیرنده تحفه هدیه کرده از نام رئیس شهر برای کودکان ضیافت آراسته است. در این مؤسسه که از 2 آشیانه عبارت بوده است، 69 نفر کودکان از سن 4 تا 7 ساله با شمول 22 نفر دختر و 47 نفر پسران یتیم کل و نیمه یتیمان، اینچنین فرزندان از عائله های نیازمند، افراد بی‌پرستار، فرزندان والدینشان گرفتار بیماری‌های روحی و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. ضمناً در ولایت سوغد تاجیکستان نیز در عرفه سال نو به 900 عائله‌های کم‌بضاعت کمک در شکل محصولات نیاز اولیه، محصولات خوراکواری و لباس تقدیم کرده می شود. مرکز مطبوعاتی ولایت سوغد می گوید عین زمان تقسیمات این کمک ها به شهر و نواحی ولایت سوغد ادامه دارد و با کارمندان مسئولی دستگاهی رئیس سوغد علاقه سپارش داده شده است که به واسطه به عائله های کم‌بضاعت تشریف آورند و کمک ارائه شده را تقدیم کنند. همچنان با سپارش شخصی رئیس ولایت سوغد رجب بای احمدزاده به معیوبان تنها و یتیمان کل در این ولایت کمک یک وقتینه رسانیده می شود. بیننده ارجمند، خاطررسان می‌شویم شما نوید بامدادی را از رادیو آزادی مستقیما تماشا دارید و حالا رو آوریم به خبرها از خارج کشور. شرکت تولید آلومینیوم روسیه معروف به نام روسال اعلان کرد که در چهارچوب اصلاحات شرکت که شرط از بین بردن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا میباشد، ژان پیر توماس را رئیس شورای مدیران انتخاب کرد. توماس که فعلا مدیر غیر اجرایی مستقل می باشد، 28 دکبر رئیس روسال تعیین شد. او 1 ژانویه به اجرای وظیفه هایش شروع می کند. خبر یاد شده در بازار اوراق گرانبهای شهر هنگ کنگ انتشار شد. رهبر پیشین روسال ماتیاس وارنینگ بعد 6 سال رهبری 26 دکبر سال روان اعلان کرد که از مقامش استعفا داده است. استعفای وارنینگ شرطی از بین بردن تحریم ایالات متحده آمریکا می باشد. نامبرده بانکدار و سابق خادم اداره جاسوسی آلمان شرقی می باشد. وارنینگ با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از سالهای 90 به این جانب آشنا بوده است. عیدا قاسمعلیوی 34 ساله سابق خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی در آوازدهی پوشیده روز 27 دکبر معاون رئیس پارلمان قرقیزستان انتخاب شد. با پشتیبانی قاسمعلیو در آوازدهی 91 وکیل رأی مثبت و 16 نفر رأی منفی دادند. انتخاب معاون رئیس پارلمان بعد آن صورت گرفت که روز 14 دکبر اعضای حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان در جلسه پوشیده‌اش اصل کادورانوو را از این مقام برکنار کردند. کادورانوو در مقام معاون رئیس مجلس دوام 1 سال کار کرده است.
عایده قاسمی‌علیوه در قرقیزستان به عنوان ژورنالیست رادیوی آزادی شناخته شده بعد ترک کار کردن در این مؤسسه به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و از نام حزب حاکمی سوسیال دموکرات به پارلمان راه یافت. و بیننده ارجمند خبر دیگری که هم داریم از قرقیزستان همسایه است. 3 سیاستمدار قرقیز بر ضد پرزیدنت سابق قرقیزستان المازبک اتامبایف و کانال تلویزیونی که او تشکیل کرده است به دادگاه شکایت بردند. کانال تلویزیونی اپریل 27 دکبر اطلاع داد که سابق رئیس پارلمان سابق پرزیدنت قرقیزستان اکتامبک کیلدیبکوف، سابق رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان کنشبک دوشیبویف و سابق دادستان کل قرقیزستان عظیمبک بگنظرف بر ضد اتامبایف و این کانال ابراز داشتند که اثنای مصاحبه با این تلویزیون اتامبایف آنها را تهمت زده است. کانال تلویزیونی اپریل میگوید که این 3 نفر از اتامبایف و رئیس تلویزیونی اپریل دمیتری لاژنیکوف برای انتشار نمودن اطلاعی بی پایه و اساس 18 میلیون سوم معادل 260,000 دلار آمریکایی جبران طلب کردند. آنها همچنان طلب کردند که کانال تلویزیونی اپریل مصاحبه 10 اکتبر المازبک اتامبایف را از صحیفه هایش پاک کند. بعد از 3 ماه کشتار ژورنالیست جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول و واکنش‌های شدید جامعه جهانی به این کشتار، شاه سلمان با تغییرات گسترده در حکومت اقدام کرد. تغییرات کادری که روز 27 دکبر اعلان شد از جمله به وزیر امور خارجه، اطلاعات، مطبوعات و معارف دخل دارد. شاه سعودی همچنان به تغییرات در 2 شورای عالی سلطنت در امور مسائل اقتصادی و امنیت دستور داد. این 2 نهاد تحت نظارت ولیعهد سعودی محمد بن سلمان قرار داشتند. تغییرات به وظیفه‌های دیگری ولیعهد از جمله به مقام نایب نخست وزیر و وزیر دفاع داخل نکرد. جابجاگذاری نوی مقام‌ها ظاهراً موقع ولیعهد سعودی را که اکنون در احاطه اعضای سلطنت فعالیت خواهد کرد تحکیم می‌دهد. بر پایه فرمان شاه، ابراهیم الاصف وزیر پیشین مالیه، عادل الجبیر وزیر خارجه را عوض می‌کند. الجبیر در همان وزارت به مقام پایان‌تر تعیین شد. یاوری نزدیک ولیعهد سعودی ترکی الشیخ رهبر بخش تشکیلی کارهای تفریحی سلطنت تعیین شد. این نهاد را ولیعهد سالهای اخیر به خاطر تشکیل کنسرت ها و برنامه های تفریحی سازمان داد که در این کشور محافظه‌کار ممنوع بودند. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی و انتقادگر اصلی شاهزاده محمد بن سلمان اول ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. ریاض گزارش ها را که کشتار با امر ولیعهد صورت گرفته است رد می‌کند. ارتش افغانستان میگوید که سخنگوی گروه تندرو دولت اسلامی در نتیجه حمله بی‌سرنشین کشته شد. در اظهارات نیروهای افغانستان که روز 27 دکبر پخش شد گفته می شود که سلطان عزیز اعظم یک روز پیش در پناهگاه داعش در یکی از ناحیه‌های ولایت شرقی ننگرهار کشته شده است. در اظهارات آمده است که بر پایه معلومات استخباراتی هواپیماهای بینام سلطان عزیز اعظم سخنگوی این گروه تندرو را هدف قرار دادند و نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که اعظم همچنین جنگیان را برای حمله های پرسر و صدا در شهرها استخدام میکرد. در رابطه با این کشتار واکنش داعش و نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هنوز دسترس نشده است. ننگرهار از پایگاه‌های گروهی تروریستی به نام دولت اسلامی است و آنها در این منطقه‌های هم‌مرز با پاکستان فعال شدند. نظامیان ایالات متحده آمریکا تعداد جنگیان داعش را در افغانستان 2000 نفر ارزیابی می‌کنند. این گروه تندرو سنی مذهب از سال 2015 از زمان ظهورش در خاک افغانستان اقلیت‌های شیعه مذهب و نیروهای امنیتی کشور را در حمله‌های پرقربانی هدف قرار داده است. سرپرست مقام سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان میگوید کشورش جانبدار همایش بیشتر با اتحاد اقتصادی اوراسیا میباشد. او 27 دکبر در ملاقاتش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که ارمنستان رهبری دوره اتحاد اقتصادی اوراسیا را به طور جدی ارزیابی میکند. پوتین با رشد روابط دو جانبه روسیه و ارمنستان بهای بلند داده گفته است که در سال گذشته تجارت دو کشور 30% افزایش یافته است. به گفته پوتین روسیه بزرگترین کارشریک تجارتی ارمنستان است. 25%
تجارت خارجی ارمنستان هم به روسیه راست می آید. پاشینیان در جواب گفته است که او برای تحکیم روابط با متفق عنعنویش یعنی روسیه تلاش ورزیده، عین زمان برای بهبود روابط با آمریکا و اتحاد اروپا اقدام خواهد کرد. یک پرسش سال نوی مرکز افکار عموم زی انالیتیکس در تاجیکستان اسمی معروفترین آوازخوان‌های تاجیک را معین کرد. بر اساس این پرسش که 27 دکبر نشر شد، شبنم سوریا بیشتر در میان جوانان از 18 تا 29 ساله معروفیت داشته است. نگینه امانقلوه را بیشتر ساکنان از 30 ساله بالای کشور به عنوان آوازخوان محبوب یاد کردند. در مجموع در میان 5 آوازخوان محبوب ترین تاجیک اسمی نگینه امانقلوه، شبنم سوریا، ضیاءالدین نورزاد، افضل شاه شادی و زلیخا محمدشایوا یاد شده است. پرسشی تلفنی زی انالیتیکس گروپ از 13 تا 17 دکبر سال جاری در میان 408 نفر ساکنان تاجیکستان و در مناطق مختلف کشور برپا شده است. بیننده ارجمند، یادآور میشیم شما نوید بامدادی را از رادیو آزادی مستقیما تماشا دارید و حالا رو میاریم به خبرهای ورزش. جام آسیا 2019 عاید به فوتبال از 5 ینور تا 1 فوریه در 4 شهر امارات متحده عرب ابوظبی، العین، دبی و شارجه دایر می‌گردد. باید تذکر داد از منطقه آسیای مرکزی تنها منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2019 راه پیدا نکرد. ضمناً منتخب تاجیکستان در تاریخ خود یگان بار در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نورزیده است. بر اساس دستور جام آسیا 2019 دسته‌هایی که در گروه‌ها جای‌های یکم و دوم را می‌گیرند، اینچنین 4 دسته نشاندادهایش بهتر در بین 6 دسته در گروه‌ها جای‌های سوم را اشغال نموده به دور 8 یک نهایی راه پیدا می‌کنند. مبلغ عمومی جایزه جام آسیا 2019 14.8 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. به همه 24 دسته منتخب که در جام آسیا 2019 شرکت می‌ورزند 240,000 دلاری تقدیم می‌گردد. تیم‌های ملی کره جنوبی و ایران از همه بیشتر 14 باری در مرحله نهایی جام آسیا که برای بار 17 دایر می‌شود اشتراک می‌کنند. دسته‌های منتخبی قرقیزستان، فیلیپین و یمن برای اولین بار به حق شرکت در مرحله نهایی جام آسیا مشرف شدند. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 74 درم، قرب روبل روسی باشد. تا هفته روان خیلی پایین رفت و امروز 1000 روبل روسی 135 سومانی ارزش دارد. و بیننده ارجمند، در وبسایت رادیو آزادی ما در باره پایین رفتن قرب روبل روسی گزارش مفصل داریم، شما میتوانید آن را در وبسایت ما ببینید. و اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org قابل دریافت است. برنامه‌های نو و جالب ما در پیشند، با ما بمانید.